سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وبارك لهم في كسبهم ومعاشهم. پیامبر ما و شما را فراموش نکرده بود. در حجة الوداع به این نقطه مهم اشاره کرده بود که الله سبحانه و تعالی را گفت خدایا معلمین را مغفرت بکن، معلمین را مورد مغفرت و نوازش و اکرام قرار بده ای بار خدایا. و اطول اعمارهم، عمر معلمین را زیاد بکن، چون امتها نیاز به اینها دارد. اینها کادرهای جامعه است، عمر با برکت دینی نصیبشان بگردان. و بارک لهم فی کسبهم و معاشهم. پیامبر علیه السلام موضوع وقت فهمیده بود که معلم یک کسب در حقیقت بیشتر مظلوم هست، در حقیقت خودش میداند که چقدر بزرگ ظاهرا مظلوم شدند. پیامبر علیه السلام برش دعا کرد که خدایا اگر معاشش در یک وقت کم میشد در کسبش برکت را بینداز. و همچنان پیامبر علیه السلام میفرماد که در کسب و در معاشش برکت را بینداز. فصل خطاب للمدرسین و الطلاب، مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه این موضوعات را ذکر کرده در کتاب خود. و پیامبر علیه السلام میفرماد که روایت از زید بن اسلم و او از پدرش روایت میکند و از بعضی اصحاب رسول گرامی‌قدر اسلام: احب العباد الى الله تعالی بعد الانبیاء و الشهداء والمعلمون. رسول گرامی‌قدر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماد که بهترین بنده ها نزد خداوند متعال، خداوند گفتد که شما بهتر هستید. وقتی که اگر یک بزرگ، یک مسئول رده بالا برای ما بگن که فلانی خوب آدم است، شاید از فرط خوشحالی در لباس خود نگنجیم. پیامبر خدا صادق الامین، یا حتی کفار گفت که ما جربت علیک الکذب، ما تجربه دروغ را بر پیامبر خدا نکردیم. محمد را به محمد صدیق میشناختند. پیامبر علیه السلام گفتند و هرگز دروغ نمیگه پیامبر علیه السلام. بهترین بنده ها نزد الله سبحانه و تعالی کیها هستند؟ بعد الانبیاء، بعد از انبیاء کرام، و الشهداء، بعد از شهداء مقام معلمین هست. الله سبحانه و تعالی ما را معلمین واقعی داشته باشد. و ان ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه: من علم ابنه او ابنته، کسی که بچه خود را و یا دختر خود را تعلیم بدهد شیئا من القرآن فله بكل درهم اعطاه للمعلم وزن جبل احد. اگر یک کسی در خانه درس تدریس را شروع میکند، تعلیم را میکند، حتی فرزند خود را درس میدهد، دختر خود را درس میدهد، الله سبحانه و تعالی میگه پاداش زی به اندازه جبل احد است. میدانید که جبل احد را در اکثر جاها پیامبر علیه السلام ذکر کرده، چون جبل احد کوی هستند که پیامبر گفت جبل احد بهو و نحبنا. کوی احد کوی است که ما را دوست دارم و مرا دوست دارد. کوی احد کوی هست که دامنهاش خون رادمردان ریخته. کوی احد کوی است که دندان پیامبر بار از او به شهادت رسیده. کوی احد ساده کوی نیست. اگر انسان مومن معلم متدین به این مسئولیت خود متوجه باشد، ارزش هر ثانیه‌اش به اندازه کوی احد است. ما به این مسئله مهم باید توجه داشته باشیم. خصوصیات معلم خوب چی هست تا ما بتوانیم که یک معلم خوب باشیم؟ معلم باید به اصلاح نفس خود بپردازد. یک معلم متدین، یک معلم که واقعا پیامبر خدا و دین اسلام او را معلم گفتند باید به تعلیم و تزکیه نفس خود بپردازد. در وجود انسان نفس اماره بالسوء است و نفس مطمئنه نفس انسانهای مؤمن و نفس انسانهای که به ولایت رسیدن و انسانهایی که پیشگاه الله مقام و جایگاه بزرگی دارند. پس انسان باید به تزکیه نفس خود بپردازد. از همه مهمتر قشری که باید در این نقطه تمرکز داشته باشد او معلمین عزیز است. نفس خود را از خواهشات،
از اغراض شهوانی باید پاک بکند. این نفس را که هر زمان انسان را به گناه و معصیت و خیانت و غدر وادار می‌سازد، باید لجام این نفس را در کنترل بگیرد، چون در یک سنگر بسیار بزرگ و عظیم قرار گرفته ایم. استادای محترم، علما می‌فرمایند که بهترین جنگ است که قماندانای جنگیش معلمین و علما باشد. بهترین جنگ است که تلفات سنگینی که به طرف واقع می‌شود او جهل باشد. بهترین جنگ است که در مقابلش جهل قرار داشته باشد و ابزار جنگی که جنگ را به پیش میبرد قلم و تباشیر باشد. استاد محترم، او دستای پرگرد تباشیر تو به میلیون‌ها ارزش دارد، در صورتی که از عمق دل با کمال اخلاص در صف نبرد داخل شوی که در مقابل تو جهل وجود دارد. ما به خاطر سوزوندن جهل، به خاطر از بین بردن ریشه های ظلم و جهل قد علم کردیم تا جهل را از بین ببریم. در مقابل ما دشمنای همچون جهل قرار دارد و جهل از بین بردنش کار معلمین هست. دو، در تعلیم و تربیه هدف جز رضایت الله متعال چیز دیگه نباشد. زمانی که انسان متدین و معلم واقعی از خانه حرکت میکند، نماز صبح خود را به جماعت خواندد، ذکر و اذکار صبح و شام خود را خواندد، تلاوت قرآن کریم خود را خواندد و بعد از او و مسائل زندگی خودم رسیدگی کردد، وضو گرفتد به قصد جهاد علیه جهل، از خانه تا مکتب را به قصد حرکت کردد که خدایا من میرم یک امت در اختیار ما قرار گرفتد، من میرم یک امانت بسیار بزرگ در اختیار ما قرار گرفتد، خدایا تو مرا کمک بکن تا که کم نیایم و این مسئولیت عظیم را به وجه احسن ما ادا بکنیم. اگر یک معلم از خانه به این فکر و به این ایده و به این عقیده خارج شود، طبعا استاد در میدانی که در مقابل جهل قرار دارد فایق میاد و کامیاب میاد. اگر استاد محترم از خانه با کسالت و تنبلی و با همچنان با قضا شدن نماز صبح و با دغدغه‌های فراوان و با ذهن بل الاخره مشوش داخل از این محرکه میشه ناکام میماند، شاگرده از این فیض را میگیرد. دو، ظاهر و باطنش از گناه و لغزش پاک باشد. استادای محترم، گناه کسایی که در رده بالا قرار دارد بالای کسایی که در رده پایین قرار دارد تأثیر دارد. گناه عامل یک مکتب بالای معلمین تأثیر دارد. گناه معلمین بالای شاگردان تأثیر بد خود را دارد. اگر ما میخواهیم که شاگردای ما خوب شود، پس بیاییم که ما خوب شویم. الناس علی دین مرید بهم کما تکونون ذلک یؤمر علیکم. پیامبر علیه السلام میفرماید کسی که شما باشند بالای شما همون قسم مردم مأمور میشوند. پس ما اگر میخواهیم که شاگرد ما خوب باشد، ما ببینیم یک دفعه که آیا خود ما خوب هستیم یا نیستیم، چقدر ما به ارزش های اسلامی پابند هستیم. اگر ما خوب بودیم شاگرد ما هم خوب میشد. شاگرد از ما تقلید میکند، تقلید عملی و تقلید قولی میکند. پس ما از گناه و خطاهای کوچک و بزرگ باید جلوگیری بکنیم و این گناه را ترک بکنیم. هم ظاهر ما ملبس به دین خدا و ارزش های اسلامی باشد و هم باطن ما. 3. اخلاص را مهمترین عامل توفیق در کارها و خصوصا در تعلیم و تربیه داشته باشد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اما دیگه با شما میفهم که در روز قیامت الله را ببینیم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در روز قیامت کسایی هستند که روحاشان تازه است. چرا؟ الله را میبینند. پس ما به خاطر دیدن الله باید اخلاص را به خاطر هر عمل اخلاص داشته باشیم. و چی بسا که در بخش تعلیم و تربیه اخلاص جز لاینفک زندگی ما باشد. عمل ما دور از ریا و تظاهر باشد. این قسم نباشه که استاد محترم چشم مدیر یک مکتب را ببیند تا زمانی که عامل یک مکتب یا مسئول یک مکتب متوجه است در سن باشد، زمانی که مسئول یک مکتب یا مسئول یک مدرسه در مکتب نیست، بالاخره وقت خود را از سن بیرون بگذارد
و مشکلات شاگرد رسیدگی نتانه ای اخلاص نیست. و 4 خود سعی صدر داشته باشد و این صفت را با دانشان آموزان انتقال بدهد. خودش فکر باز داشته باشد، قلب مشرح داشته باشد، در قلبش همه شاگردان جای داشته باشد و شاگردان را من حیث فرزندای نسبی خود تلقی بکند. 5 از وقار، سنگینی و احترام خاصی برخوردار باشد. از هر چی که خلاف شان معلمی است جدا خودداری بکند. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما